سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و گرامی. بازم ما هستیم مهمان شما عزیزان دیر و دیده و در این ویدیو برای شما نشان میدهیم طرز تهیه کردن پیتزای اینفرنو. یعنی این پیتزا خیلی عادی درست کرده می شود و خوشمزه هم هست و بهترین است و سالم هم هست. انقدر چی موادهای زیاد لازم ندارد، فقط کمی زلمی و چی گوییم از اون قلمفوری تیزی سالیانی شده. مثل همیشگی خمیر ما پیتزای ما 26 سانتی متر است، از 150 تا 80 گرم، یعنی باید وزن خمیر باشد و ما چیکار میکنیم؟ این خمیر رو پهن میکنیم، یعنی آماده میکنیم برای پیتزا. خب الان ما میبینیم که خیلی یعنی بازدیدها خیلی کم است در ویدیوهای ما. شاید که من وقتی که پیتزا میکنم، این پیتزا برای خودی اکثر بیننده های ما خودی مردم خودمون هستند، تاجیک ها هستند و خیلی بازدید کم است. شاید فکر میکنم که به خاطر این پیتزا برای مردم ما آنقدر ناآشناست و انشالله امیدوار هستم که بعد با مرور زمان بازم این هم شناخته می شود و همه چیکار میکنن؟ بازدیدهای زیاد میکنن. و در آلمان هم همچنین بود. در تقریبا 20 سال قبل خیلی مردم کم نگاه میکردن این پیتزا رو، یعنی توجه نمیکردن. الان که هر جا که میری یک پیتزاریا هست پیتزا درست میکنن. و 50 میلی گرم پیتزا زوزه که پیتزا زوزه را قبلا در دیگر ویدیو هم گفته بودم، یعنی چقدر چگونه درست کرده می شود. ما با چند شکل درست میکنیم، انشالله بعدا به شما بازم میگوییم که با چیزها درست کرده می شود. هر نفر رسپتش هر خیلی است. اگر این رسپتی که من گفتم اگر شما انجام دهید، انشالله که بهترین زوز پیتزا هست و بهترین پیتزا یعنی خواهید خورد. از 150 تا 200 گرم پنیر یعنی سیر، یعنی پنیر رو باید در اول گذاشت، یعنی بیشتر پنیر رو باید در زیرش، چون که از بالا زلمی میبیاد. زلمی هم باید که در بالا باشد و کمی کفایه است. همین پیتزایی که آماده می شود، یعنی در خود آلمان من در اون پیتزایی که کار میکردم 4 یورو و 65 سنت ارزش داشت و با پول تاجیکی باشد تقریبا 50 سومانی می شود. اکنون زلمی رو میگذاریم، یعنی 3 دانه رو 2 تقسیم میکنیم میگذاریم و از بالایش من استانداردش رو کردم. اونقدر تندخور نیستم، یعنی تیزی نمیخورم و کمی گذاشتم و بسیاری ها زیاد میگذارن. این هم به خواهش خود آدم هست چقدر که میگذارن. من چند دانه گذاشتم کفایه است. فقط نشان دادم که به همین شکل درست کرده می شود. خوب در 250 گرادوس از 10 تا 15 دقیقه در دخوفکه میگذاریم. اگر پیتزای ما آماده شد، میبینیم که چقدر خوب به نظر میرسد. بازم این ویدیو رو ما در یک روز چند ویدیو ثبت کردیم، بازم همین رنگش رو دقت ندادیم، بازم کمی زردچه به نظر میرسد، ولی متاسفانه ولی وقتی حقیقتش رو بینی خیلی پخته شده سرخ خوب به نظر میرسید. در آخر دوستان عزیز، پادپیسات و لایک رو فراموش نکنید، یعنی کلاس و لایک رو و عضو شدن رو فراموش نکنید و در آخر یک صلوات به پیغمبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.